تبصره 3 به شرح ذیل اصلاح می شود. تمامی دستگاه‌های اجرایی اهم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک، جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در 5 روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. آغاز رأیگیری تصویب شد. تبصره 4 به شرح ذیل اصلاح می شود. در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در 4 هفته متوالی استفاده شده است، از جمله قانون کار مصوب 29/8/1369 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت در هفته و 160 ساعت کار در 4 هفته متوالی اصلاح می شود. کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد. پایان رأیگیری تصویب شد. دستور بعدی رو بفرمایید.